این کلیپ خیلی مهمه، ببینید تا بگم جریان چیه. نظر من به عنوان یک کارشناس اقتصادی، خلق حماسه در شرایط حاضر کم مصرفی است. بخواد حماسه آفرینی بکنی، مصرف رو کم کنی، نان کمتر بخوریم. نمیگم نان نخوریم، نان به اندازه بخوریم، به همسایه بدیم، به اونایی که ندارن برسیم. بله، وزیر نیرو همین ایشونن. چند روز پیش همینطور که مشغول ساخت یک کلیپی بودم، برخوردم به یه تیتری از وزیر نیرو که گفته بودن مردم نان کمتر بخورن. خلاصه رفتم که کلیپ تصویرشو پیدا کنم. سرچ کردم دیدم فقط یک کلیپ ازش هست. به هر روشی که بگین سرچ کردم. از هوش مصنوعی کمک گرفتم. از تو تمام سایت ها و خبرگزاری ها پاکش کرده بودن. جالبه فقط یک کلیپ با همین فرمتی که شما دیدین تو این لیست ازش بود که اینم دیگه نتونسته بودن پاک کنن. یعنی ببینید آقای پزشکیان و تیمشون چقدر به این وزیر نیاز دارن که همه جوره با چنگ و دندون ازش حمایت میکنن تا حفظش کنن. همین وزیر یه صحبت دیگه هم قبلا تو تابستون پرامون کردن که اونم شاهکاره. ببینید چیکار کنه آقای وزیر، چیکار میکنه به جای استفاده از سیستم های سرمایشی پر انرژی بر، از پنکه استفاده بکنید.